هنر نزد ایرانیان است و بس. درود بر همه دوستان. داوود ترزبان هستم، سرپرست و آهنگساز گروه هندا. گروه ما همش از آمل نیست، از بابل هستن بچه ها، از فریدون کنار هستن، عملا از بچه های شهرهای مختلف، از هنرجوها بودن و به مرور زمان اینا رو به یک شکل منظم ساختیم و بهشون پرداختیم تا اینکه امروز در خدمت شما باشم. گروه هندا اجرای زیادی داشته توی شهرستان‌های مختلف، اما از اونجایی که من علاقه‌مندی‌های من این بود که این گروه رو به پایتخت ایران، تهران عزیز بیارم. از اونجایی هم که بلک باکس ایران مال خودم دوست داشتم، گفتم اولین اجرام اینجا باشه و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یه اجرای فوق‌العاده تو بلک باکس، یه اجرای نوستالژیک. اجرا بسیار عالی بود، خیلی لذت بردیم. اجرای دختران ایران زمین فوق‌العاده است، مثل همیشه درخشیدن. حس فوق‌العاده‌ای بود، اجرا خیلی خوب بود و من چون هنگرام خیلی دوست دارم. شهرهای مختلف در واقع رفته بودم باهاشون، سالن‌های زیادی رو دیده بودم، اما این سالن برام جذابیت داشت، اشراف خیلی خوبی داشت و بسیار عالی بود. از هر حیث خیلی خوب بود. من از شرق تهران میام، دسترسی آسون بود، خیلی راحت تونستم بیام اینجا. تجربه فوق‌العاده‌ای بود. امیدوارم که این اتفاقات دائما تکرار بشه.